дуруд шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари дарон дунёи нависандаи халқии Тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. оғози гуфтори 24. پل صراط از قیل باریک و از دم شمشیر تیز و از آتش سوزان‌تر بوده است. در چنین شرایط قوه جسمانی و روحیه جانوری سواری رالی مهمی باید بازد، زیرا بزم آن که راه باریک و خطرناک است و در پایان در قعر جهنم میلیون ها مار و کژدم و اژدها دهان خود را منتظر لقمه های با لذت کشاده بی‌طاقتانه این سو و آن سو می‌خزند. بزم این راه به نهایت دراز است. مسلمانی از گرزی منکر و نکیر، از شتم و شلاق هزاران ملائکه ها خلاص خورده باید اکنون 10,000 سال با پل صراط رو به فرازی راه پیماید، بعد 10,000 سال راست برود و 10,000 سال دیگر روی به نشیبی فراید. در معراج نامه در این داستان سرگذشت پیغمبر و عذاب و عقوبت روز محشر گفته می شود که هر یک روز آن دنیا به 1000 سال این دنیا برابر است. من با چوبچه به زمین خط کشیده این 30,000 سال یعنی همه مدت گوسفند سواری را به حساب روز و ماه این دنیا گرداندم. مسلمان بیچاره از بالای پل صراط سوار گوسفند 3 تریلیارد و 996 میلیارد و 750 میلیون روزی راجع النقد. کیف آدمی بی سواد یا چله سواد که چی بودن این رقم را نمی داند. اگر او می دانست که در این دنیا ذره گناه صادر نکند هم در آن دنیا حتما 10 میلیارد و 950 میلیون سال گوسفند سواری می کند، هنوز به عالم روشن آمده از دیدار هر دو دنیا بیزار می شد. اسرافیل آمد. پرسیدم گوسفندی خریدت به قوتک بود؟ به جانه، تخمین 2 پود گوشت و روغن داشت. ها، درست بوده است. چرا می پرسی؟ همین طور پرسیدم. تنبه سیاره ها گشت پیشین بر هم خورد. اکنون بر علا دیدن ممکن بود که راه‌های اسفالتی و کناره‌های آنان، پس کوچه هایی که 2 کوچه کلانی به هم متوازی مینا را به هم می پیوستند از پوست و کله و روده و شکمبه چاروا پور شده است. گاه سیاره روده و شکمبه پوری گوسفند را پخش می کرد و اخلاط درونی آن به سر و لباس راهگذران پاش خورده باعث آشوب می گردید. از این پس مانده ها بوی غلیظیگران به هوا برخاسته شوش دیل آدم را گویا از حرکت باز می داشت. اما برای تازه کردن کوچه ها کسی اقلاً ناخن به ناخن نمی زد. فقط گاه خادمان مأموریت را دیدن ممکن بود که یک اپاراتی مینامت شکلی سرغوغای دودانداز را به کتف برداشته به مابین ازدحام آدمان به درون دکانهای طعامپزی دود دیزینفکس سر داده می گشتند. عیان بود که این گونه دیزینفکسی سطحی بسیار نفع کند، فقط تسلای خاطر شده می توانست و بس. منظره شیطان کوبی لوحه حزن‌انگیزی بود.
احتمال به دل کس در اثنای شنیدن هرزه و دیدن حرکت‌های بی ربط یگان شناس نزدیکش که ناخواست به کسلی روحی گرفتار شده است، انا همین گونه احساسات راه یابد. اطراف سنگ سفیدی را که هیکل شیطان بوده است با قالچه مدور احاطه کرده بودند. در گرد دیوار تخمین 500 کسی احرام پوش جمع آمده از پهلو و بالای سر همدیگر به سوی هیکل ابلیس سنگچمی غرانیدند. یک قسم حاجیان 7 دانه سنگ را غرانیده آرامانه به سوی هیکل دوم شیطان می رفتند. یک قسم دیگر هنگام شیطان کوبی مانند دعاخوان‌های دیوان اوضاع به شور آمده سر و کیف و بازوان خود را به یک طرز جنون آمیز جنبانیده، سنگچه های در زیر پا پریشان شده خوابیده را مشموش برداشته به هیکل می انداختند و اگر با این هم حس انتقامشان قانع نگردد کفش های خود را کشیده به سر قلعه می غرانیدند. آنهایی که در صف پیش بودند به دیوار قلعه با دست و پای حتی با کله و آرینج هاشان می زدند و در عین زمان هر چیزی که از دشنام و حقارت در بساطشان بود با جوش و خروشی تمام به کار می انداختند. با اشاره سربازی که در بلندی در پهلوی هیکل ابلیس روی صوفچه تختگین در زیر سیل سنگچه ها راست می ایستاد، از کنار ازدحام یک دو سرباز دیگر آمده آدمان جنونشان اوج گرفته و دست و پای و سر و گردنشان خونسار شده را با زور کشاله کرده به گوشه می برآوردند. درون قلعه از سنگچه پور شده از لب دیوارهایش سنگچه می شارید و در تگ پای آدمان پاش می خورد. حاجیان سنگچه های ریخته را دوباره برداشته به سر قلعه می زدند. از هر کجای تپه سنگچه‌زار کفش های ریزین سرخ و کبود و سبز و سفید حاجیان نمودار شده می ایستاد. تخمین 50 قدم دورتر از هیکل یکم هیکل دوم شیطان و باز در همین قدر مسافه هیکل سوم واقع گشته بود. قلعه های دوم و سیوم شکل سیکنجه و مربع داشتند، ولی ازدحامی در اطراف آنها غن شده، غوغای و تلاطم و داد و فیغان حاجیان عیناً همان گونه بود. در زمان زندگی حضرت ابراهیم در اینجا نه هیکل شیطان بود و نه قلعه آن. کتاب‌های مقدس روایت می‌کنند که در آن ایام خود شیطان در این جایها چنانه که می‌گویند فعالیت خود را رونق و رواج داده می‌گشت. حضرت ابراهیم خلیل الله زن جوانشان بیبی هاجر را به بیابان سوزان پیش کرده باشند هم او را تمام از یاد نبرآورده بودند. هر سری چندگاه از حضرت بیبی سارا روستی و بیابان برآمده با مادر حضرت اسماعیل کمتر چقچق و دلخوشی کرده برمیگشتند. دوستی خداوند باشند هم آدمی زادیه. روزی از روزها از آسمان صدا آمد که ایا خلیل ما، بگو که فرزندی دلبندت کدام است؟ اسحاق است یا اسماعیل یا دیگرش؟ اسماعیل جواب دادند دوستی مهربان خداوند. پس او را برای ما قربان میکنی، به جان و دل این خدمت از ما باشد. گفتند حضرت و زود اسماعیل 12 ساله را پیدا کرده به وادی مینا مست انا به همان جایی که حالا هندقهای بزرگ را از گوشت چاروا
پر کرده ایستادند، کشاله کردند. حضرت جوان از نیت پدر واقف گشته به نهایت خرسند شدند. مگر این وقتی اندک ماندک است که جوانی نورس را پدرش برای خداوندی کریم سر میزند. لیکن شیطانی بی کفش و محسی از کجای پیدا شده آمد و به صورت آدم در آمده حضرت جوان را از راه زدنی شد. دادا، گفتن حضرت جوان به خلیل الله، انا این مردک بینید، به من احمقی نکن، زودتر گریز از اینجا، نباشد مفت مرده می روی. گفته ایستاده است. گوش نکن، نصیحت کردن خلیل الله. اما شیطان شیطانیش را می کرد. او در 3 جای 3 مراتبه پیدا شده حضرت اسماعیل را از راه برآوردنی شد. حضرت جوان ابلیس را با سنگ زده پیش می کردند. عاقبت خلیل الله پسرشان را به میدان آورده خوابانیدند و کارد را به گلویش راندند. کارد نبرید، چون که در این وقت حضرت جبرائیل نامعلوم آمده و به دم کارد با قنات خود زده آن را الکی کند کرده بودند. خلیل الله 3 بار کارد راندند، نبرید. آخر آتشین شده آن را به زمین برداشته زدند. تو میگویی که بیبور، خدا میگوید که نبور. در خشم شده گفت کارد. از خشم قریب مانده بود که کارد بیچاره داد زند، اما از مقام بلندی هر دو فرمانده اندیشه کرده غضب خود را فرو نشانید. انا برای همین حالا قصابان مسلمان جانوری را کشتنی شوند، اول کارد را به گلوی آن 3 بار مالیده میگیرند، فقط بعدی این دم کارد را درستتر پخش میکنند. برای همین هم در اینجا در وادی مبارک مینا در 3 جای هیکل شیطان لعین را ساخته ماندند تا که مسلمانان هر سال 1 بار جمع شده 3 روز انتقام خلیل الله و پسری آن حضرت را بستانند. مورخان میگویند که عادت سنگپرتایی به شیطان بیهوده رسم نشده است. این عنعنه هنوز در جمعیت ابتدایی انسان بود. آن وقتها شیطان و دیو و جن را با سنگ و قلوخ، حتی با سرگین زده پیش میکردند. چنانچه زنی عرب بعد وفات شوهرش 1 سال عزا می داشت، یعنی عادت افتداد را به جا می آورد. پس از 1 سال از تک در خانه اش ایستاده به سمت آفتاب برا سرگین می غرانید. بله، آن وقتها آخر کتاب نبود، علم نبود. بیوزنی بیچاره گمان می کرد که در گرد چیله اش ارواح شوهرش هنوز پرواز کرده گشته است و او را راندن لازم تا که به شوهری نو یا خودی او آفت نرساند. کمینه شادم که با مرور زمان ما آدمان بعض عرف و عادتهای کهنه را به هر حال فراموش میکنیم. یک وقتها در قبیله های قدیمی برای جوانان نورس امتحان بلاغت گفتنی عادت بود. جوان نورس را اول ختنه می کردند، بعد 3-4 عدد دندانش را زده می شکستند تا بفهمند که مردی بالغ شده است یا نه، به درد جانکاه مردانه طاقت کرده می تواند یا نه. ما مسلمانان و یهودیان به عادت ختنه محکم چسبیده آن را تا الحال احتیاط کرده آمدیم.
لیکن عادت دندان شکنی خدا را شکر که فراموش شده رفت. تصور کنید که این آیین حالا هم زنده و برقرار باشد. چی کار میکنید؟ شاید دکترها و تکنیک های دندان از مرده رفتن آن عادت مایوس باشند، اما بنده هرگز خفه نیستم. اسرافیل تسبیح 100 دانه اش را گردانیده به سر سینه‌اش چشم دوخته ساکتانه راه می رفت. از او پرسیدم که چرا به 2 هیکل اول ابلیس سنگ پرتافته به سومش کاردار نشد؟ جواب نداد. سوالم را از افتش نشنید گفته دوباره پرسیدم. حاضر از من هیچ چیز نپرس عزیزم، محزونانه گفت اسرافیل عذرخواهانه برایم چشم دوخته. ناچار تا منزل نومان که در دامنه کوه واقع گشته بود خاموش آمدیم. از خیمه نشینی خلاص شدیم. یک خانه را با ایوانش برای گروه ما جدا کردند. در خانه های دیگری حولی نیز مهمانانی زین کوشک میزیستند. همسفران با موی سرتراشی، غسل، احرام کشایی و لباس پوشی مشغول بودند. حضرت نریمان از همه پیش تغییر لباس کرده به تنش کرته درازی عربی پوشیده بود. جناب محترم، برابر مرا دیدنش نزدیک آمده احوال پرسی کرد حضرت و از روی عادت به نطق در آمد. از من خواطر نشوید جناب، احوالم بسا خوب است. میدانید جناب پدری من خواجه قهرمان تا دمی و پسینش از همین دوخت کرته می پوشید. نه نگویید، از همین دوخت کرته می پوشید. الها جایش جنت شده باشد. ثواب این کرته جناب مخصوص است. شما هم یکتا گیرید جناب. همگی 25 ریال بوده است. رحمت، میبینیم شاید ما هم بگیریم. آدمیزاد پیش آمدش را نمیداند. بله جناب نمیداند، نه نگویید نمیداند. هنگامی ریش تراشی در چکم چند تا را موی سفید دیدم که پیش نبود. در سن 35 سالگی یک تاره هم موی سفید نداشتنی من باعث رشک همسالانم بود. اکنون آنها هم آرام می شوند. نوبت آب به ما رسید و من و اسرافیل به سر یکدیگر آب ریخته چنگ و غبار مبارک عرفات را از بدنها دور کردیم. برگشته لباس آدمیانه این دنیا را پوشیدن گویا یک مکافات ناگهانی بود. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضل‌الدین محمدی شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرعلی نغزلی، محرر عابدجان سیدزاده. انجام گفتاری 24